نکاتی در مورد اسامی جمع. همانطور که در بخش قبل بیان کردیم، برای جمع بستن یک اسم عام باید حرف اس رو به آخر اون اضافه کنیم. همچنین بیان کردیم که اگر حرف آخر اسم یکی از حروف S، CH، SH و X باشه، باید حروف ES رو به آخر اون اضافه کنیم. برای مثال glass, glasses. Match, matches. Dish, dishes. Box, boxes. اما هنگامی که حرف آخر یک اسم حرف او باشه، اغلب از ES برای جمع کردن اون استفاده می کنیم. برای مثال tomato, tomatoes. Potato, potatoes. اما چنانچه حرف آخر اسم حرف وای باشه، هنگام اضافه کردن اس جمع به اون، وای به IE تبدیل میشه. برای مثال baby, babies. Lady, ladies. به این نکته توجه داشته باشین که تلفظ حرف اس جمع بدین شکله. چنانچه حرف آخر یک اسم یکی از حروف P، F، K یا T باشه، اس جمع اضافه شده صدای س خواهد داد و در غیر این صورت به شکل ز تلفظ خواهد شد. برای مثال books, cats, cups. Jungles, doors, walls. به این نکته توجه داشته باشین که برای جمع بستن اسامی عام چند استثناء وجود داره. در بیشتر موارد اگر حرف آخر اسامی عام صدای ف بده، هنگام اضافه شدن اس یا ای اس حرف آخرشون به وی تغییر میکنه. برای مثال knife, knives. leaf, leaves. برخی دیگر از اسامی عام نیز برای جمع بستن قاعده خاصی ندارن و هنگام جمع بستن شکل مفرد اونها عوض میشه. برای مثال man, men. foot, feet. child, children.